دوستان همونجور که میدونید آقای البروکس معامله‌گر و تحلیلگر تکنیکال مشهوری هستش که به خاطر سبک خاص خودش در تحلیل پرایس اکشن خیلی معروف و شناخته میشه. حالا قرار هست توی این ویدیو ما یک استراتژی مخصوص آقای البروکس رو خدمت شما آموزش بدیم که کمتر جایی عمومی شد و کسی به این موضوع نپرداخته. پس امیدوارم که تا پایان این ویدیو با من همراه باشید. در ابتدا دوستان شما بیاین در قسمت اندیکاتورها، همونجور که میبینید اینجا هست، در قسمت سرچ این عبارت رو سرچ کنید، براتون میاره. حالا چون من از قبل سرچ کردم اون رو سیو کردم، برام به شکل یک ستاره زرد رنگ در کنارش آورده. اون رو روش کلیک میکنید شما. خب زبده رو از این قسمت میزنید این صفحه بسته بشه و در اینجا اضافه میشه برای شما. منتها شما باید یه تغییراتی روی این اندیکاتور انجام بدید. میایید روش کلیک میکنید، روی تنظیماتش کلیک میکنید و در این قسمت این عدد 9 رو شما میکنید عدد 20 و 20 رو که اضافه کردین اوکی رو میزنید و یه تغییری به اندیکاتور اضافه میشه. خب حالا میریم سراغ استراتژی آقای البروکس. شما پس از این کار میرید سراغ تایم فریم 5 دقیقه‌ای. الان تایم فریم 15 دقیقه‌ای هست، من میبرم روی تایم فریم 5 دقیقه‌ای. بعد از اینکه اومدید توی تایم فریم 5 دقیقه‌ای شما باید بذارید من قلم رو انتخاب کنم. نکته مهم اینجاست، ببینید اندیکاتوری که ما انداختیم روی این چارتمون، این الان چارت بیت کوین هستش در تایم فریم 5 دقیقه‌ای. این خط رو میبینید، این اندیکاتوره هست دیگه، درسته؟ زمانی که یک کندل میاد بالای این خط قرار میگیره، تثبیت میده، در واقع اون خط رو به بالا میشکنه. الان کجا شکسته توی این نمودار؟ اینجا شکسته شده، درسته؟ با یک کندل سبز. شما کاری که میکنید عددش رو یادداشت کنید، تا 24 کندل میشمرید. یعنی چی؟ ببین اینجا شکسته شده دیگه، این اولیش 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 میشه. اینجا 24 من شمردم، از اونجایی که شکسته شده حدود 24 تا کندل است. آقای البروکس میگه چی؟ میگه زمانی که با یک کندل میاد اون اندیکاتور رو به بالا اون خط رو میشکنه، شما از اون کندل بشمر تا 24مین کندل و توی حوالی 24مین کندل میتونی شما پوزیشن نزولی رو بگیری. خب الان ما از اینجا شروع کردیم شمردیم، از اینجایی که شکست این خط رو به بالا تثبیت داد تا 24 کندل. میبینید دقیقاً، بذارید من این خط رو بکشم، از اینجا تا اینجا شد 24 کندل. آقای البروکس میگه توی حوالی 24مین کندل اگر ما اینجا پوزیشن نزولی رو همینجا باز میکردیم، استاپ رو میذاشتیم این بالای نوک شادو، میبینید که بعدش بازار کاملا ریخته. میبینید همونجور که گفتم توی ابتدای ویدیو، این صحبت های آقای البروکس جای عمومی نشده و کمتر جای شما این رو شنیدید. خب این از روند صعودیش بود. بریم یک مثال بزنیم زمانی که خط رو به پایین میشکنه. خب بذارید من اینا رو پاک کنم، بریم سراغ یه چارت دیگه. خب دوستان اومدیم یکم عقب‌تر توی چارت همون بیت کوین هست در تایم فریم 5 دقیقه‌ای. من بیام قلم رو از اینجا وردارم. خب ببینید اینجا کجا شکسته شده، این خط رو به پایین تثبیت داده، روی این کندل پرقدرت قرمز شکسته شده رو به پایین، درسته؟ از اینجا شما میشمری تا چندمین کندل، تا حوالی 24مین کندل. خب این 1 این 2 3 4 5 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 حوالی 24 میشه روی این کندل. خب اگر شما پوزیشن بای رو روی همین کندل سعودی باز میکردی، استاپ لاست رو میذاشی روی زیر این کندل، میتونستی با بازار بری بالا. میبینید که ضرری به شما نداده که بیاد استاپتون رو بزنه. فقط یک نکته دیگه ای رو داره آقای البروکس، طبق صحبت هایی که من داشتم گوش میدادم میگفتش که چی؟ ببینید بذارید من ببینم چارت دیگه ای رو میتونم پیدا کنم، بیام عقب‌تر. چیز دیگه که خیلی باید اون رو درست بدونید اینه که دوستان
روی این کندل سبز که میبینید خطمون رو به بالا شکسته شده و تثبیت داده، درسته؟ خب شما به صورت نرمال که بهتون گفتم از اینجا شروع میکنی به شمارش 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. ولی توی کندل 11 هم که میبینید یه کندل پینبار سعودی هست، این با شادوش اومده خط رو لمس کرده، پس دیگه شما اون شمارش قبل رو نباید ادامه بدی و دوباره بعد شمارشت رو صفر کنی، از اینجا که لمس شده شروع کنی 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 و میری بالا. متوجه شدین؟ پس زمانی که پول بک میزنه به اون خط دوباره شمارش شما از صفر شروع میکنید. این رو هم یادتون باشه. بریم یه مثال دیگه ببینیم. خب دوستان اینجا میبینید خط ما شکسته شده رو به پایین توسط این کندل غول پیکر و اینجا پول بک زده، شمارش ما صفر شده که بهتون گفتم دیگه توی نکته قبلی و در نهایت آخرین پول بکی که به خط زده اینجا بوده. پس دوباره من شمارشم رو از صفر از این کندل شروع میکنم. خب از اینجا که شروع کنی 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24. حوالی 24مین کندل میشه اینجا. شما اگه اینجا پوزیشن بای میگرفتی میبینی که ضرر نمیکردی، رفته بودی تو ضرر ولی کاملا برگشته تا حتی یه مقدار سود رو هم داده. بریم یه مثال دیگه بازم ببینیم تا بهتر جا بیفته مطلب. خب دوستان یک مثال دیگه براتون آوردم. ببینید اینجا روی این کندل خط ما رو به بالا شکسته شده و تثبیت داده، درسته؟ از اینجا شما شروع میکنی 24 تا کندل رو میشموری 1 2 3 4 5 6. اینجا چون پول بک زده دوباره از اول صفر میکنم 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 رومین کندل میشه اینجا. پوزیشن شورت رو شما اینجا اگه باز میکردی روی این محدوده، استاپ رو میذاشی روی اینجا، توی تایم فریم 5 دقیقه میبینی که چه سری بازار اومده پایین، هجومی اومده پایین. پس اینم جا افتاد. چند تا مثال براتون زدیم. فقط فراموش نکنید دوستان که شما باید این گفته های من رو که گفته های آقای البروکس هست دارم به شما منتقل میکنم رو حتما در کنار تحلیل تکنیکال پرایس اکشن انجام بدید. این نباشه که بخواید به تنهایی روی فقط این مورد و استراتژی بخواید بیاید وارد یک پوزیشن بشید. پس منظور این هست که فقط به تنهایی بابت این موضوع وارد پوزیشن نشید. ممنون که تا پایان ویدیو با من همراه بودین دوستان. اگه واقعا چیزی یاد گرفتید ما رو حمایت کنید، لطفا ویدیو رو لایک کنید و اگه هنوز عضو کانال ما نیستید کانال ما رو ممنون میشم که سابسکرایب کنید و هر سوالی که دوستان داشتید توی کامنت از من بپرسید. راجع به این نکته که امروز گفتم ممکنه جای ابهامی برای دوستان باشه، اشکال نداره، توی قسمت چت از من بپرسید، من در اسرع وقت به شما پاسخ خواهم داد. خیلی ممنون. بدرود.